این کتابچه اورجینال تعمیرات هوندا سی جی 125 من اون روزی که این موتور از این بنده خدا خریدم این کتابچه رو به من همراهش داد و خیلی باحاله. گفتم داخلش رو بهتون نشون بدم. اول از اینکه ببینید سال چاپش 1978 یعنی حدود 46 سال قدمت داره و داخلش همه عکس‌ها و توضیحاتی که هست همه چیز سیاه سفیده به جز جلد کتاب که رنگیه. داخلش همه چیز سیاه سفیده و کل جزئیات، کل نکاتی که این موتور اون زمان داشته داخلش هست. تعویض فیلتر، تعمیرات. حالا من میزنم جلوتر ببینید اینجا مثلا جمع کردن گیربکسشه، کل قطعات با اسماشو اینا